کلاله و تیتینوس. داستان فارسی گیلابایی. کنار پنجره نشسته بود. کارهایش تمام شده بود. بچه هایش را خوابانده بود. شوهرش چنان خسته بود که سر بر بالش نگذاشته انگار 7 پادشاه را خواب میدید. خانه در سکوت شبانه فرو رفته بود. چراغ کوچکی اتاق را روشن می کرد. از روشنایی چراغ در آن وقت شب تصویری از او در شیشه پنجره منعکس می شد. گویی در برابر آینه‌ای نشسته بود، چنان که یک نفر زل زده باشد 2 نفری. حواسش نبود، بی آنکه بخواهد یا حتی بداند به فکر فرو رفته بود. ناگهان به پنجره خیره ماند. چند لحظه شگفت زده نگاه کرد. حس کرد کسی در آن سوی پنجره به او خیره شده بود. لبخندی زد. شب‌های زمستانی را بیاد آورد. مادر سرگرم تا کردن لباس‌های شسته‌ای بود که کنار رخت خواب‌ها تلمبار کرده بود. یادش آمد که از مادرش پرسیده بود: مر ترس عاشق بوسته داری؟ مادر، تا حالا عاشق شده ای؟ مادر خنده شادی کرد. هنوز خنده‌اش تمام نشده بود که آهی کشید و گفت: زای جان، تا مره عشق و عاشقی حالی بابا مره مرد داد. بچه جان، تا عشق و عاشقی را بفهمم شوهرم دادند. با فاصله از مادرش کنار رخت خواب نشسته بود. یک مداد در دست داشت و دفتر کاهی حساب روی زانویش بود. ناگهان آخی گفت و مداد تراش را برداشت. مادرش گفت: هزار بار ترنو گفتم که انقدر میداد فشار نده نینویس. زای جان، هرچی فشار بدی بینویسی هم تی میداد اشکفه هم تی خط خرابه به. آرامه مهربان میداد کاغذ سربونه بینویس. 1000 بار به تو نگفتم که اینقدر به مداد فشار نده ننویس. بچه جان، هرچه فشار بدی بنویسی هم مدادت می شکند هم خطت خراب می شود. آرام مهربان مداد را روی کاغذ بگذار بنویس. آخه ام میداد نیکی مر هچیم فو بزنیش کفه. آخرین مداد نیست که مادر بیهوده با یک فوت کردن می شکند. به بچه هایش فکر کرد که نه تنها کاغذ و مداد بلکه وقتی از مدرسه برمی گردند هر روز یک چیزی را باید تازه بگیرد. از شلوار پاره بگیر تا پیراهنی یا حتی کیفی که خراب کرده بودند. با خود گفت بچه ها شاید هیچ وقت نفهمند برای هرچه که داشتن چه سختی هایی کشیده می شد و با چه زحمتی تهیه می شدن. به خودش فکر کرد. کودکیش را بیاد آورد. از اینکه آن همه مادرش میگفت مداد را زود زود نشکند. خودش به خوب و بد بودن مداد فکر میکرد. مادرش به پولی که باید هر بار برای خرید مداد و دفتر و خرجهای دیگر درس و مدرسهش میپرداخت. مادر به چه فکر میکرد و او به چه؟ مداد را که باز میتراشید پرسید: آخه نگفتی مرتاس عاشق بوسی یا نه؟ آخرش نگفتی مادر تا حالا عاشق شدی یا نه؟ به مادرش نگاه کرد. دید مادرش سر به کارش است و نیست. گاهی پیراهن نیمه تا شده ای که روی پایش مانده بود را این رو آن رو می کرد و گاه بی حرف و بی آنکه حتی سر برگرداند چشم پنجره‌ای می دوخت که سیاهی شب از آن آینه‌ای ساخته بود. پنجره‌ای بر دیوار که پرده کنار کشیده شده تا زیر تاقچه آویز مانده بود. طوری که با خودش حرف می زد می گفت: زایبون که مرا مردد. بچه بودم که شوهرم دادند. آهی میکشید و ادامه میداد: میپر خوب پر مهار مرجع اصفهان با مبید گیلان بازی های بسبید هخانه بیه بید هپیل باغ مره. ولی پدرم با مادرم از اصفهان به گیلان آمده بودند. سپس همینجا ماندن. همین خانه را خریدن با همین باغ بزرگ. ولی موی حنا شدهش را که روی پیشانیش افشان شده بود کنار میزد. دستی به سر رویش میکشید. کمی فکر میکرد و ادامه میداد:
نمی پر که şabarzidenesi ne mimar. باغ هچین واش دو تا چکر امی همسد گگلف اموی میمار مره کلگب زی و بزین هو. نه پدرم کشاورزی میدانست نه مادرم. همه باغ را تا زانو علفهای هرز پر کرده بود. همسایه ما گاهی می آمد و با مادرم گپ میزد. سپس همان یک پای تا شدهش را دراز میکرد، دست بر زانویش میکشید و با آهی از درد میگفت ننم چرا ادرد جمندس اون سنه هچین کشتن در مرا بلا و روماتیسم بیبی. نمیدانم این درد چرا دست از من بر نمیدارد. این درد دارد مرا میکشد بلا روماتیسم بشود. کنایه از نفرین است. زیر چشمی نگاهش میکرد. میدید بیدارتر از اوست. لبخندی میزد، سر بلند میکرد، به سقف اتاق خیره میشد. تیرک های چوبی که به فاصله از هم کشیده شده بودند نمایی چشمگیر به سقف داده بودند که میانشان را آب و آهک زده بودند. نقش تیرک های چوبی بر سقف سفید شده از آب و آهک زیبایی ساده و دلنشینی به آن داده بود. میگفت اوشن جمعی باغ دارن و بیم ایتا استایی سبوکی گجم چکودی بزی نجاری هم کودی هون امی نجاری کارا نکودی بیچاره تا نفس دشتی کار بکوده بزین هوتو خودکان من تو ما نکوده بو. همه کس اونه شناختی هچین قیامت بوست و وقتی اونه خستید خاکا کنید. این تیرک های سقف را از درختان باغمان بریدیم. استادی بود که خیش درست میکرد، در همان حال نجاری هم میکرد. همو کارهای نجاری ما را انجام میداد. بیچاره تا آخرین نفس داشت کار میکرد. سپس روی کار در دکانش تمام کرده بود. همه او را میشناختند. درست قیامت شده بود وقتی میخواستند او را خاک کنند. دامنه پیراهنی که داشت تا میکرد روی پایش مرتب مینمود. این طرف آن طرف میکرد. آستین پیراهن را که تا زده بود دوباره بازش میکرد. آن را روی پایش دراز میکشید. میپرسید چی گفتند او؟ چه داشتم میگفتم؟ بیان که منتظر پاسخ میمان لبخندی میزد. میگفت حواس نمانست مرکی. آها مرا یاد بامو. حواس برایم نمانده است که یادم آمد. سپس ادامه میداد. گفتند اون که می پیرو مارم که شبرزی ننسیدی می پیل پیر هرچی ازفان داشتی بو فرخت بو می پیل مار ارسیه و گفته با ما بو گیلان بزین هرچی بوی و هرچی داشتی هباق و خانه بیه بو ایتا کشی دکان بازا کدو بو که اول علفی بوی و بزین همه چی فرختی جبزازی بیگه تا نجری جا حلوقومی تا جوشنده اوشونه بمرد پسی می پیرم و تو هوشن خانه و زمین و دوخانه به دشت سالان سال. داشتم میگفتم که پدر و مادرم هم کشاورزی نمیدانستن. پدر بزرگم هرچه در اصفهان داشت با ارثیه مادر بزرگم برداشته بود و به گیلان آمده بود. سپس همین باغ و خانه را خریده بود. یک دکان کوچک باز کرده بود که اول یک برنج فروشی بود. سپس همه چیز میفروخت، از نساجی بگیر تا نجاری، از حلواقومی بگیر تا گل گاو زبان. پس از مرگ آنها پدرم همانطور خانه و زمین و دکان آنها را سالهای سال نگه داشت. سر به کار خودش داشت، اما با حالتی که انگار به سالهای کودکیش رفته باشد و حواسش به هیچ چیز اکنونش نباشد. خنده میکرد. میگفت مریاد هر وقت شوی می پیر ویرجه مری چرچر بود هرچی خستیم او زدیم گایده ایت مشت نخود کشمیشم می دامن پر من دکودیم امویم بیرون. بیچاره می پیر هیچی نگفتی. گاگلف نیمار گفتی اگه همه تا مشتری تیمان هستن بابا تی پیر وزی آب ببره. یادم است هر وقت پیش پدرم میرفتم برایم خوش و فراوانی بود. هرچی میخواستم بر میداشتم. گاهی میدیدی یک مشت نخود و کشمش بر دامنم میریختم و بیرون میآمدم. بیچاره پدرم هیچ نمیگفت. گاهی مادرم میگفت اگر همه مشتری ها مانند تو باشند پدرت را باید آب ببرد. در کنار رخت خواب با او هم بود و هم نبود. چنان خنده می کرد که از خندش او هم قاه می خندید. چشمانش برق می زد. با همان حال خندش می گفت امی همساده تا پسر می سلامل داشتی اونو مره بازی کدیم. امی همساده زنکه دو خدیم خله اونو مردکم گفتی می خلمت زبالی که بستی همساده پسره که مره شویم باغ من بازی
امر حلینو بستی زایبیم بزیم می پیر دکان من کی چیکچی اوسدیم امی همساده پسر که مره خوردیم جخوس بازی کودیم تا اینکه میمار مره دوخدی بزین ده بودو جو او سر باغتو بسیم اما این مار پیرچه. همسایه ما یک پسر به سن و سال من داشت، با او بازی میکردم، زن همسایه را خاله صدا میکردم و به شوهر او هم شوهر خاله میگفتم. نیم روزهای گرم که میشد با پسر همسایه به باغ میرفتیم و بازی میکردیم. چیزهایی که از دکان پدرم بر میداشتم با او میخوردم. قایم موشک بازی میکردیم تا اینکه مادرم صدایم میکرد. آن وقت میدویدیم میآمدیم خانه کنار مادر هامان. کمی سکوت میکرد، به فکر فرو میرفت، با اندوهی میگفت همسر مرده که دنه گاگلوف مستقودی بازین تا تنسی خوزناکزی بیچاره زنک صدا هفته کوچه ده برستی بیچاره همین شکم وستی جخو مرد بگروختی بی با ما بی امی خانه بزین می پیرشوی همساده مرده که آرامه کودی همساده مرده می پیر احترام خیلی داشتی اون حرفانا گوش کودی همساده زناک دنه میماره دست خور بوستو بو همساده زنای بو که میماره ید بده بو چوتا باغ من سبزی بکاری و باغ بدره بیچاره جوان بمارده بو یک قسم ننستی چی اونه بیفته بو که بمارده بو. دکترانم اونه جواب بده بید گفتی دیگه هیچ کاری نشه کودن. ننم اون ناخوشی چی بو مردمم که هزار جور حرف زیدی ولی یک ما یم جو اون ناخوشی نبزشته بو که تو ما نکودو بو. مرد همسایه گاهی مرس میکرد. آن وقت تا میتوانست زنش را میزد. بیچاره زن صدایش از 7 کوچه هم میگذشت. همیشه هم میبایست در میرفت سپس به خانه ما میآمد. آنگاه پدرم میرفت مرد همسایه را آرام میکرد. مرد همسایه به پدر من احترام میگذاشت و از پدرم حرف شنوی داشت. زن همسایه با مادرم دوست صمیمی شده بود. همین زن همسایه به مادرم یاد داده بود که چطور در باغ سبزی بکارد و باغ را نگه دارد. بیچاره در جوانی مرده بود. هیچ کس هم نمیدانست چش شده بود که مرده بود. دکترها جوابش کرده بودند، میگفتند که هیچ کاری نمیشود کرد. نمیدانم بیماریش چه بود. مردم هم که هزار جور حرف میزدند ولی 1 ماه هم از بیماریش نگذشته بود که تمام کرد. آهی میکشید، آهی که انگار غمش تازه شده باشد. با خودش لبخندی میزد، سرش را تکان میداد، دستی بی موهایش میکشید. جایی که هیچ جا نبود خیره میشد. کمی جابجا شد. سکوت شبانه در اتاق چنان بود که صدای جابجایی خودش را بلند میشنید. چشم از پنجره برمی گرفت که باز خود را دید زل زده همونجا نشسته. یادش آمد انگار همین دیروز بود که روی ایوان خانه نشسته بود. مادرش داشت کنار حوض چه ظرفها را میشست، با خودش زمزمه میکرد و درس حساب یاد میگرفت. یکی 2 تا 3 3 تا 4 تا که صدای مادرش در آمده بود. کور تی حساب غیر از یکی هیچی ده نره دختر. حساب تو غیر از یکی هیچی نداره، هیچی دیگه نداره. داره. خب چرا یاد نگیری؟ خب چرا یاد نمیگیری؟ گفتن دارم میگیرم. هم که گی یکی همین که میگی یکی آها. چرا نگی 6 تا 36 تا 6 7 45 تا؟ چرا نمیگی 6 تا 36 تا 6 7 45 تا؟ تو ولنی که تی حسابم خوبه یا مر؟ تو نمیذاری که حساب تو هم خوبه ها مادر. مسخره خودت بکن، خودت را مسخره کن. مسخره چیزه مر؟ 6 هفته به 42 تا. مسخره چیه مادر؟ 6 هفته میشه 42 تا. خنده مادرش یادش آمد که با خنده جواب داد خب 42 تا. اصلا تی حساب یاد بگیر. خوب 42 تا. حالا حسابت را یاد بگیر. تو ولنی که تو نمیذاری که. من ولنم؟ من نمیذارم؟ آها. آخه کره جان من های طرف فندیرم دینم هوتوگی یک 2 تا. آخه دخترک جان من هی دارم نگاهت میکنم میبینم همونطور میگی یک 2 تا. خب اگه ولی فرسمو دی بزین. خب اگه بذاری میرسم دیگه بعدش. بزین و زهر مار همه یاد بگیر، هچی مرا گزوجی و نکن. بعدش و زهر مار همهش را یاد بگیر، بی خود منو گول نزن.
واسه چی میخندی مامان؟ صدای دخترش بود که با تعجب از او پرسید. سر برگرداند. چشمش به دخترش افتاد که میانی در ایستاده بود و شگفت زده به او نگاه میکرد. پرسید چرا بیدار شدی؟ رفته بودم دستشویی دیدم چراغ روشنه. چرا داشتی با خودت میخندیدی مامان؟ هیچی نیست عزیزم، یاد گذشته ها افتادم. خیلی خنده‌دار بود. خنده‌دار نمیدونم، اما شاید تو هم یک وقت کنار پنجره بشینی مثل من یاد این سالها بیفتی بخندی. دخترش هیچ نگفت. آمد کنار او نشست، دست روی شانه دخترش گذاشت، او را بیشتر به خود فشرد، بغلش کرد. موهای دخترش افشان شده بود. دست به موهای او کشید، نوازشش کرد. آرام آرام لالایی بیاد مانده از سالهای دور را زمزمه کرد. الا تیتی بیا بیرون، بیا نکنی دیلم خون، تو می لیلی موتی مجنون، تو می لیلی موتی مجنون. هوایم شو چی تاریکه، میدیل چون رشت باریکه، بوشو ایشو بوشو ایشو، تیجه ترسه نمیری که، تیجه ترسه نمیری که. میزاک کوچیک و ملا، میزاک خوشگیل و ملک، هلا لا 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 ملای، هلا لا 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 لا. ماه بیا بیرون، بیا دلم را نکن خون، تو لیلی من مجنون تو. هوا امشب چه تاریکه، دلم چون رشته باریکه. برو ای شب، برو ای شب، از تو میترسه پسرکم. بچم کوچکه به خدا، بچم خوشکله به خدا. ناگهان صدای دخترش را شنید که صدایش میکرد. مامان مامان. زمزمه لالاییش را قطع کرد. با تعجب به دخترش خیره شد. گفت تو هنوز بیداری؟ دختر در حالی که میخندید پرسید اسم تو رو کی گذاشته؟ مادر بزرگ یا بابا بزرگ؟ هیچ کدوم. مگه میشه؟ آره، اسمم رو مامای شهرمون گذاشت. چه زن خوبی بود. دختر آهسته با خودش زمزمه کرد. کلاله. قشنگه مامان، اسمت قشنگه. اسم منو کی گذاشته، تو یا بابا؟ من گذاشتم. چرا بابا نذاشت؟ بابا گفت من اسم تو بذارم چون من مادرم، من تو رو زاییدم، من 9 ماه. خوب راست میگفت. حالا چرا گذاشتی تیتیناز؟ واسه این که وقتی به دنیا اومدی اونقدر کوچولو و ناز بودی که همون لحظه نازت کردم، گفتم تیتیناز مامانی. دختر کمی جا به جا شد. خودش را بیشتر به مادرش چسباند. دست بر گیسوان دخترش کشید، نازش کرد. خانه دوباره در سکوت شبانه فرو رفت. نور چراغ کوچک همچنان اتاق را روشن می کرد. چیزی در آن سوی پنجره سایه می انداخت. سر برگرداند. نگاهش به تصویر در آینه پنجره افتاد. لحظه‌ای خیره ماند. مادری که دخترش را در آغوش گرفته به او خیره شده بود. لبخندی بر لب به تماشای آن نشست.